رهبر انقلاب سپس به سالن پهپادی رفتند. از RQ 170 تا شاهد 129 و نسل جدید آن شاهد 139 آنجا بود. اون کرو این جت، اون یکی هم 40 کیلومتر برد، اونم الکتریکیه. غنیمتیش هم می‌بینید. من آمدم دیدم اون وقت شما به 50% جون 60% و 40%ش رو ولی الان دیگه حالا ملاحظه می‌کنید نه؟ هواپیمای شاهد 149 رو می‌بینیم یا غزه که یک هواپیمای سنگین وزن با وزن حدود 3.5 تن هست که میتونه 500 کیلوگرم محموله رو حمل کنه. 8 فروند بمب رو میتونه حمل کنه. محموله‌های مثل رادار سار یعنی برداشت الکترونیکی رو میتونه حمل کنه با خودش. از آنها اما بگذریم، چون در حوزه پهپادی هم اتفاقی جدید رقم خورده. نامش شاهد 147 است. طول بالش 26 متر است. 26 متر طول بالشه. یک هواپیمایی که برای کارهای اطلاعاتی خیلی امکان خوبی به ما میده. موقعی که تو ارتفاع 60000 پا است، تقریبا آرکیفور امریکایی هم چیز دیگه، اونم ما 60000 پا پرواز میکنه. امکان دید رو تو ماورای افق میده. این الان توره. الان با تور انداخت. تورم خود بله دیدید الان با تور انداخت. تور رها میکنه، الان گرفتش. اون گلوبال هایی بود که خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفت. با موشک